بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وصال حق. بفرمایید بیننده گرامی. استاد محمد انصاری شما؟ بله، صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. من میخواستم اول شما رو با عید گذشته رمضان گرچه گذشته است تبریک بگم. بعدا میخواستم برای مشکله امام شما یادت خواهم گفتید. روز دیگر در تمام تاجیکستان یک دبیرستان هست که دخترچه من در آنجا میخوام. روز دیگر به نهایت منتظر که یکم ساکنی شهروند تاجیکستان درباره همین پرابلم گپ میزند. متاسفانه یکم کس گردان نکرد یا نمیدونن فرزندان اونها نمیخونن یا که در همین مکتب. دختر من در این مکتب 2 سال خوند. حاضر این سال به یکم سبب این مکتب رو محکم کردن و چند باره که من رفتم با اونجا خواستم با همون دیرکتور آدمانی کلان شونده همین مکتب میخواستم که هم صحبت کنم که سبب اساسی همین در چی بود که مقصد همین مکتب رو شما میبندید. آنها با هر بهانه شما اون کسانی همون کلان شوندگانی همین مؤسسه با زنها گپ نمیزند. این وای شما رفته به شوهرتون وای مرد گیرسته بیارید. خلاصه میخواستم که شوهرم رو به نزد آنها برم. 1-2 سال همون مکتب گفتن که اینها هم از استعداد خودشان هست و خودترش شرکا نیست مردها رو در این همین پرابلمه یعنی عربه شدن، چون که آنها با زنها نمیتونن مثال غلقو میبردن زنها این وای. بعد با چند بار دیگر خودم خواستم و به آنجا یعنی میخواستم شاید کنم از روی آنها. ندونستم با کی راست گپ. از همون مکتب خودشان گفتم که برای چی مکتب اساسی همین سبب همین میخواستم که برای چی همین مکتب یک مکتب از همین اساسی دکتر من برای قرآن خیرات گپ در خانه ما خودمون یاد میدهیم. مسئله اساسی ما همین بود که دکتر ما به سطر مکتب نرود. در تمام تاجیکستان همه مکتب‌هاش استاد باور کنید به سطر میروند. در 1-2 سال پیشتر که در مکتب عادی میخوام دکتر من ما 2 سال فقط کشاکش شدیم جنگو و همین جنگو آخر به هم خلاصه ماده گفتم ما حق قربانای گدایی امر روزمون گذرانده ما این بسید جمع کرده هر سال 2 سال من هم 2 سال آخر که دکتر من در همین دانشکده خون $800 ما میسپردیم هر سال که دکتر ما مقصد دیرها نشود در آمده یک عضو پدر مادر یک عضو شود به سطور مکتب و این سال که این مکتب رو گرفتم من کردم و خم کردن بسیار گرفته های کردن دادم در نظر آنها نمیدونم باش شانسی نخواستم اصلا وقتا به همون دهن در بودگی براشون کنم همین زن رو نماند به درون داره و روز جب نمیدونم حاضر هم وقتی همین جب رو گویم. این مردهایی که از تمام جهان از ترکیه و از استانبول میگوین و از افغان و از تمام مهاجران که دعوا میکنن که ما این میکنیم و خط جنگ و جنجا من از آنها میخواستم که آنها مرد برین جنگ خدا آمده خودشون خیلی خوب خودشون چیزه شده اما چیزه شده آینده فرزنده نماست میشود. درست. برای که اونها فرزندان خودشون نمیکنن که در آینده اونها چه زندگی میکنن. اصلا من اگر
همین از اول سنتر فرزندم هم تو نمونم بیشتر من نمیمونم دیگه فرزندم با مکتب رفتم زیرا نمیخوام که و البته خاصشون بودم خود و شدید این یک از فرزنده قرآن است من نمیخوام فرزند من بیشتر با دیرکتر همون مکتب یک بار روبرو شده گفت دادم گفتم که خاطر من همین طلبا با تمامی مکتب‌های تجربه داده شده که میتواند به تمام این مکتب‌ها مراجعت کنید که دو مکتب ذکر می‌کنید در شما را اونها قبول میکنند. درست. تشکر از شما. من با که اساس این بله یک دسته بفرمایید. وقتی که من تا که اساس پرابلم ما همین سطح همین است اون کسی که خمیدن گفتن که سطح شما باید این وقت همون طلبه ها همون همسیپایی که درک میخونن اونها دخترانش اول و دخترانش اکو دادن همه خیلی بسیار میشود و استادی اونها اخفادری رو دارن شما خیلی دفعه رو یک طرف مونید و تا سنی مکتبی که الان بعد نمیدونم 10-15 سال آینده اگر برو یادگاری برای این بزن کنن یکم از خط بسیار داشتم در آینده و باید ساختمانش شهر شود اول که در همه دو نقشش کشیده موندگی دوم بدون سایت تغییر می شود من باید از اون کس باید که دکترم به همون مکتب باید تحصیلاتی روان کنم. از شما باز یک خواهش دیگر داشتم استاد انصاری میخواستم در برنامه‌های آینده شما با همین وزارت معارف با همین دیرکتور همین مکتب یک در همکاری میشه که مقصد اساسی همین رو من میخواستم فهمیدم که آینده بچه‌های ما چی میشود. باشه تشکر از شما خواهر گرامی. در اینجا ما یکم انسان اینا داریم که از پشت ما دفاع کنند همه دفاعگران گریخته رفتگی یکم تصمیم دستشون یک همونطور زمان ماندگی هستن تمام مرد سری تصمیم دستشون پرسه همین میخواستم و شما عرض کنم از ساعت وقت صد باش زنگ بزنم و خود خدا خیرت همین زنگ من تا باش با نزد شما خدا شما نگهبان باشد همین صبر نگاه رو میدید بسیار بین خوب میشه. تشکر از شما. تشکر از شما. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من تشکر میکنم از این خواهر گرامی. انشالله در برنامه آینده من مفصل در مورد این موضوع صحبت خواهم کرد. وقت ما کلا به پایان رسیده. تشکر میکنم از تک تک عزیزانی که تماس گرفتن و از برادران و خواهرانی که پشت خط ها موندن و ما نتونستیم صدای گرمشون رو بشنویم و متاسف هستم برای اون اطلاعاتی هایی که از ایران میخواستن تماس بگیرن منتها آرمان بدل موندن چون ما فقط تماس های تاجیکستان رو می آوردیم رو ایر و این کسانی که میخواستن به اصطلاح مسیر برنامه رو عوض بکنن از الله سبحانه و تعالی برای اونها طلب هدایت میکنیم. انشالله تا هفته آینده که باز هم با موضوع تاجیکستان دردها و آرزوها در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. همه شما رو به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.